زهرا با کجا دخترم؟ یک کارمون برآمد بابا جان. نو از بیرون نآمدید؟ بله، اما کارمون برآمد میرویم. یگان مشکلی نیست ها؟ نه بابا جان، نه. خوب، از دامولا زیا یگان خبر است؟ البته خبر است، زنگ زد. در سمینار است. به شما سلام گفت. تشکر، میلش. شو هم دیر نمانید و خانه برگردید. میلش، خیلی باشد. بیا بیا. 50,000 دیگر. برادر من هم میدهم، اما تنگه های من حالا کم است. از خزینه گرفته بعد پورا میکنیم. میشه؟ من روزی. من هم روزی. پول زود با هیجان گرفتار نشو. اکا از خزینه حاضر پول گرفته میبیم. نه نرو. تو با من نقد تمدیهی میشود. اکا دادن بعد میدی همون. یعنی بده. من حالا در برم اونقدر پول نقد ندارم. حاضر گرفته میایم. تو با من کودک بازی میکنی؟ استغفرالله، من چه خیلی کارو کنم. تنها در برم نیست، پول نقد دارم اما در خانه است. برادر، مادامی که پول نقد نداری چرا در این میز میشینی؟ اکا جان، منظور رفیقم را زنگ زنم پول را بیارد میشه؟ گوش کن، اگر یگان هیله فکر کرده ایستاده باشی کو قسم میخورم که این کار به خون انجام مییابد. اکا جان، شما چی ها میگوید؟ رفیقم را زنگ زنم یارد؟ زنگ زن. خواجر نشوید، در خانه 2-3 میلیون داریم. در همین جا. لابا شوکت. برادر خب چای پول بگی بیار. چی شد؟ چی خیل پول؟ 3 لیمون بیار بسه. تو در کجایی؟ در کازینو. آی شوکت، انتظار شو آمده ایستادم، لیکن این روز سخت پرسان میشم. با خدا که دامولو با کجا میرفته باشه؟ چی سوده؟ زود از خفویش را؟ رفیقت کجا شد ها؟ برادر کمتر آروم شو. آماده ایستاده است. نام تو چی بود؟ شوکت اکا، ای شما چی؟ کار تو چی؟ بین، اگر این دفعه هم یگان هیله کرده ایستاده باشی قسم میخورم که تو را نابود میسازم. هیچ خیلی هیله برادر، ما را به چشم کم نبینه. 2-3 میلیون داریم خانه ده. منم انتظارم روز میوید. ها، انا آمده. اساسگزاری همین قماربازی برادری من است. احتیاط باشه. رفیقی که پول می آورد همین است؟ بله. خوش آمدی اکا جان، خوش آمدی. السلام علیکم برادرم. و علیکم السلام. دامولا پول را آوردید انشاءالله؟ نه. پس برای خواندن نماز جنازه این برادر آمدید ها؟ گوش کنید برادرم، من درباره قمار معلومات دارم. در وقتش من هم کمی بازی کرده بودم. بعدم باشه توبه کردم، این رو پرداختم. شکر خدا. بسر مسئله میویم دامولا، از امر معروف سیر هسته. چخیلی که میدونم این شوکت نابکار در قمار مغلوب شده. باز علاوه بر این قرضدار هم شده است. و فکرم میگویم این دفعه این برادر رو ببخشید. این برادر چی میگوید شما فرد؟ بخشیدن رو باز کردیم
برادرها با فکرم شما خطا فهمیدید. 1 دقیقه تان رو میگیرم. برادر اینجا بیا. تو چیکار کرده ایستادی؟ بشی خطشون بازی کن خی؟ گوش کن شوکت، تا کی من از پشت تو قمار بازی کنم؟ بیا مونکه یا بار دیگه پول خیریه را باید دادم اومده بردی کو. اون پول خیر بود، مجبور بودم چیکار کنم؟ این همون از چی فرق داره؟ این دفعه ما رو نجات میدهی. اینها رو چه خیلی نگاه دارن. در تکشون همش پیستوله دارن. تو با اونها چیکار داری اینجا؟ چرا قمار بازی میکنی؟ عقلتو خوردی ها؟ اینجا چی گپ است؟ اینها کی هستن؟ سردار، این آدم در بازی قمار 50,000 قرضدار شد. یک رفیقم اومده پرداخت میکند. گفت این دوملو هم با جای پول امر معروف دارد. امر معروف؟ دوملا، ما نسبت دین حرمت زیاد داریم و قرض قمار هم قرض ناموس است. من همین رو نفهمیدم جناب. قرض قمار قرض ناموس است گفته دوام داده ایستاده اید. از قمار دیده کار بیناموسی دیگر نیست. این را چه خیلی میفهمید؟ دوملا، تو را پسندیدم، آدمی استوار بوده ای. همین خیل. اما در دنیای ما عادت همین خیل است. اگر من حاضر از این احمق قرضم را نگیرم، اگر جزایی در کاری را ندهم، گپ‌ها می شود. پس چه خواهد شد؟ مانند این یک احمق دیگر می آید، من هم قرضم را نمی پردازم میگوید. پس این خیل نمی شود. یعنی این احمق قرضش را می پردازد. قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. یعنی چه خیل؟ این خیل فهمانم. سردار، این برای پوشاندن قرضش امر معروف دارد. به خدا اصول اول جناب. خاموش! تو چقدر درباره یک دوملو این خیل گپ میزنی ها؟ با کجا رسیده بودیم دوملو؟ بینه جناب، این خیلی میفهمونم. 2 نفر وقتی که با آیله دار شدن قرار میدهند با اراده و روزگی خودشون آیله دار میشوند. البته. اما در قمار این خیلی نیست. آخر ما هم به میز قمار مجبوری نمیشینانیم. خودش با رازگی خودش نشسته بازی کرده میخیزه. لیکن وقتی که مغلوب میشود با خواست خودش مغلوب نمیشود. دوملا پس بازی نکند. اگر مغلوب شدنش را داند انیق بازی نمیکند. چی گفتن میخواهید نفهمیدم. گوش کن برادر عزیز، یعنی دینمون قرض قمار را همچون قرض قبول ندارد. حکم همین است. آخر قمار بازی کردن کاری خوب نیست، اما امروز در این باره گپ نمیزنیم. مسئله دیگر است. در قرض قمار با اون پولی که روزگی نیست حکم قرض را نمیگیرد. این خیلی چیز ناممکن است. تو از داملا خوبتر میدانی ها؟ نجی هم آمد. اینجا تو نمیرسیدی. داملا چخل زیدین برا داری ها؟ استغفرالله. ماشاءالله بسیار عالی جناب هستی. در حیاتم اولین بار با این خیل داملا روبرو میشم. نه برادر. نجی، اگر دوملا اینقدر پسندت آمده باشد، برای مسئله در بینمان بوده حاکم شود، او چیزی گوید و حکمی برآورده‌اش راضیم. مانند جوانمرد تو هم راضی هستی؟ خدا داملا چیزی گوید من راضی هستم. چشمانم را پوشیده امضا میگذارم. نجی، تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تکلیف کردم. اگر تکلیف را رعایت نکنی نابودت میکنم. تو کی را نابود میکنی؟ حاضر ببینی. جناب آخر نسبت یکدیگر این خیلی دلشکسته نباشید، آرام باشید. ای برادر، ما بپرونه همدیگر ما خلاص شویم. از راست خرسندم مانند شما عالی را یافته ایم. این خصومت در بین ما بوده را با آخی رسانه میگویم، با شیرینی رسانه. ما چی گفتید؟ بله داملا، ما دو طرف دایم این خیل خونریزی کرده میگردیم. شما با ما کمک کرده این را حل کنید. عجبا مسئله چی است؟ قرض قمار؟ نه داملا، از قمار بدتر مسئله زمین هست. ما خودمان حل کرده نتوانستیم. بله داملا. مایلش ما هم آخر کمک میکنیم. یا کار کنید شما سلاح ها را پایان فرارید. میفراریم داملا، میفراریم. پایان کنید. داملوزیا در اینجا چی میکوبد سلیم؟ به خدا زورو جان من هم نفهمیدم. بین آدمونی در نزدیک در بوده کیم چه خیل؟ مانندی چی؟ یعنی مانندی جاسوس. بقلم سرش رو بیگون بلو گرفتار نکند. داملا، مسئله عیناً چه خیلی که فهماندم. حالا شما گویید این زمین از آن ماست یا این که از آن آنهاست؟
با خدا جنابان من شما رو نمیشناسم، هر چیزی باشد همون رو میگویم، خفگی و جنجال نکنید. گم نیست داملا. استغفرالله داملا، چیزی گوید همون؟ جنابان معلوم که این زمین به هر دوی شما بخیر نبوده است، فهمیدید؟ از سببی که از این دنیا با اون دنیا برده اون رو نمیتوانید، یعنی وقتی که از این دنیا میروید کاری ثواب کرده روید. به فکر من مایل شو این را چخیل میکنید داملا؟ با خدا بسیار آسان است، شما این زمین رو خیر میکنید و بیچارگان میبخشید. نجی ما این رو چخیل فکر نکردیم ها؟ درست گفتی داملا، من راضیم. نجی تو راضی باشی من هم راضیم. خیر نباشد در خونتون رو دراز کرده با یکدیگر و شش دیگر جنجال نکنید. برادرم آفرین باشم. خدا راضی باشد. هیچ گپ داملا تشکر ایزی. استغفرالله. این برادر من است. نه دیگر طاقت کردن نمیتونم، رفته با دو ملازیا گپ میزنم. سفسطه نگوی، زور آدمان رو نمیبینی؟ باز چقدر انتظار شویم؟ بین زیان برآمده ایستاده است. پس نباشد بدتر گپ میزنیم عزیزم. بعد گپ زدن نمیتوانم عزیزم، چون به خونه میروم بابایم باز پرس و پاس میکند. نه من حاضر گپ میزنم. این زورو به کجا میروی؟ زهرو به کجا میروی؟ جنابان چون مسئله رو حل کردیم اکنون با ما اجازه. نه مگر این خیلی میشود، اصلا نمیگذارم که روی. مهمانی من میشوید، نباشد خوابم نمیاد. آهسته داملا امشب مهمانی من میشود. این خیلی نکنه جنابان. چی گفته ایستاده نجی؟ داملا امشب مهمانی من میشود. تو هم حدت رو بدان. تو کی هستی که به من حدم رو نشان میدی احمق؟ آی نجی تو کی رو احمق میگی؟ تو را گفتم نشان میدم. جنابان نیستید، آخر شما را نه آواشته کناندم. بله اکا جان، اینها هیچ آرام نمیستنده. زوره در اینجا چی میکنه؟ از کجا دانمی؟ باز میگویی که دختر من رو دوست نمیداره. بین بیچاره خودش رو بین این تیر تفنگ پرداخت. خاموش. از آسمان ماه پیک رفتید. من در تو مورم. نترس باید تو را ناراحت نمی کنیم. حاضر من به شما نشان میدیم. برادر شما با اون طرف روید، من با این طرف. کجا میروی بیا؟ شما برو رسید، من از فکر زور دارم. رفتم زود باش. زود رفت. داملا آن آدم ها کی بوده؟ ایمان از کجا دونم مسئله زمین داشتن، داور بودن من رو خواستن. شما چیکار میکنید با راهزن اب باشو؟ ایمان کار ندادم، برای شفقت آمدم. تو در اینجا چی میخوری؟ من هم برای شما آمدم. زود باش. تو اینکه انگشترک رو به دستتون اندازم. خیلی انگشتر این خدم یک رو بر اومدی تو؟ شما یک روید. زود آنها را دستی کرده اینجا بیارید. تو نیامید به این خانه اکه اونا بیتی بود جواب ده. یا خدایا، تلفن سردارم است. سردارم در کجاست؟ خانم سله زنگ زدی شده است. خانم سله، من لوین. خوب استید؟ تصادف رو بینیده، من هم به شما زنگ زننی بودم. دل به دل نزدیک بود است. لوین سفسطوگی رو بس کن، مرا گوش کن. سری دامولوزیا و زهرو در بهار. آدمانی شبهنداگ از پسشون. زود کمک کن زود. بله البته. مایلش زود سروغه رو میدی هم نویس. بگو. مایلش من سروغه رو نوشتم خانم سله. شما هیچ خواطر نشوید، وحیمه نکنید. ما در مدت کوتاه در جای حادثه حاضر میشیم. سردارم اونا در کجا باشه جواب؟ خانم سلین بسیار وایمه کرد، ترسیده است چی
وقتی که میترسد عزیزی دلم باز هم شیرین تر میشود. لوین خطا دست بگی. خانم زهرا کمتر تیزتر زودتر. پاشنم شکست. این خطا بیده نمیتونم. پاشنه سازتون رو بردارید. چی؟ پاشنه سازتون رو بردارید. چیکار بکنی؟ شما حالا دو عباش رو آشتی کرده ایستاده بودید؟ مگر حالا جای همان است؟ بله جایش است از آنه که دیگران رو آشتی میکنید با من آشتی شوید خوبتر نیست مگر؟ باز با اول برگشتیم. بله رفتن زودتر برای میرویم. شما چی خیل زدید اون آدم رو؟ من در وقتی کودکیم کاراته مشق کرده بودم میدونم. ماشاءالله چیزی نمیدانستگیتون نبوده است. نیست کمی زودتر دوید. دستم رو نتونیدی؟ خدا دیگر دردها رو ندیخد. چی اشاره کردنی است؟ هیچ اشاره کردنی نیست. کردنی بله است؟ کرده ایستادم. شما همه را عذاب دادید. من هیچ چیز نکردم. اینها در کجایند؟ همه با این طرف. اومدم خانم سید. خوب است؟ همش خوب است؟ یکون چیز نشده است شما؟ ای چی کار میکنی؟ خوب است ده؟ همش خوب است. دستتون یخ بارید. چی کار میکنی؟ تنها اومدی آدمون در کجا است؟ پراکنده لشکر نآید بکار. یک لویتی جنگی به 100,000. کنی معلومات ده. چی معلومات تو به عقل است؟ راست میگید خانم سید. خیلی ما مینیسته که هستیم از دهنی ما هر خیلی گپا میبروید. خیلی مرحمت یک به یک نقل کنید. یعنی درباره حادثه از شما معلوماتی واسه میخوام. مثلا در روز حادثه لوین تو ما رو با همین تفتیشاتی پلیسی دیوانه میکنی. به عقل هستی مگر سری دامولوزیا و زهرا در خطر است نبود رفت آنها رو نجات ده. تمام میلش خانم سید. شما در اینجا آرامانه انتظار شده استید. من حالا آدما رو نابود ساخته به اینجا میآیم. انتظار شوید. من کمتر پس میآیم. خانم سید بعد از نابود ساختن آن دشمنان سر یک پلچه صحبت میکنیم. خدایا توبه. دوستت میدارم. بیرم رفتن زود بیا. تمام انا میدوم. رفتم. دو هر چیز زودتر آنها رو نجات ده. کمی زود باشید خانم. خانم زهرا شینید. زود با ماشین شینید. خانم زهرا این رو دارید. شما این رو چخیر کردید؟ چرا؟ اول در ماشین رو بیکالید کشودید بعد ماشین رو به حرکت در آوردید. بله این دیسکادر. چی؟ یعنی نگوید که دیسکادر رو نشنیدم. این شبکه مشهوری فیلم های حجتی هست. البته که او رو میدونم. من علاقمندیش رو با این کار نفهمیدم. چی؟ در اونجا یک فیلم حجتی هست دنیای گناهکاران. هر هفته تماشا میکنم از همین سبب. یعنی از فیلم مختلف ها؟ قوه بینیشم بسیار استوار است. زود ثبت میکنم. البته شما برای نجات زاغسی ها رو انتظار بودید چون من برآمدم سورپریز شد. سخت داره. در آن وقت هیچ کس به هیچ کس حیله نمیکرد. این خیل نبود، جوانمردی بود. جوانمردی پسر. این خیل دستبرداری و دستکزنی نبود. یگان مسئله میداشتی روبرویش میبرآمدی مانند جوانمرد با طوری خوب مسئله رو حل میکردی.
در حقیقت آن زمان ها حقیقت بود. خونم در جوش است، خونم. یگان جوان مردی نبود که به چشمان من نگرد. به خدا اکا کنون چی گپ است ها؟ اکا حیات دوملوزیو و فوتیه شدهش در خطر است. التماس آنها را نجات دهید. التماس. تو چی میگویی؟ لیوین چه شد؟ آنها را دیدی؟ ندیدم لیکن ترسودم. از من بسیار ترسیدن. خانم زورا با یک ماشین نشسته رفت. شما در دوری بودید اما رقم ماشین رو ندیدید؟ من فکرم دیدید. ماشین رو از دست دادی. بابا باشد رقمهایش رو از من میپرسی. ای تو چه خیل پلیس هستی؟ چه خیل پلیس هستی؟ کلی به من فهمون؟ آخه من در شبه اونقدر خوب نمیبینم معلوم، لیکن در روزانه همین خیل میدوم که حسین بارت نمی خیل نمیدوم. سختی بد میدوم. ای خدایا به من صبر ده، نباشد این آدم رو میکشم. مایلش آرام باشید، خودتون رو به دست بگیرید. چه خیلی که میبینید عملیات با آخر رسید. بیا کنون سر یک پیاله صحبت کنید. کلا برم. خانم سلیم با کجا میروید؟ تاریک است ایستید نروید. خانم سلیم دوملو لطفاً این انگشتری رو به دستتون اندازید با من آشتی شوید. خانم زهرا حالا مگر جوی انگشترین است؟ ولی جایش کنی اندازید. خانم زهرا نمی اندازم، مجبورم. ولی مجبور میکنم. خانم زهرا مجبور گفتم. خانم زهرا ایسی صدمه میکنه ای صدمه کنید کردن گیرید بساسه. نمی اندازم گفتم، نمی اندازم. اندازید گفتم. نمی اندازم. التماس آرام شد. ای بچو شما مگر دیوانه اید ها؟ دیوانه اید ها؟ مانند دوملوزیو یک آدمی محترم را تعقیب کردن چی مانا دارد ها؟ اکا دوملو سردار ما را بسر زد. چی؟ دوملوزیو؟ هیچ حیران نشدم اکا. بله اکا. ای بچه معلوم که یگان کاری ناجا کرده اید که دوملوزیو هم آن خیل رفتار کرده است. دوملوزیو حتی مرچه را آزار نمیدید. به خدا هیچی خیل نمی نمود اکا. چی می نموده؟ بخشش اکای کنون بین گپ در آمدم، اما در بین شیفای آنها یک خصومت بوده است. دوملوزیو آنها را آشتی کننده ایستاده بود که ینگه زهرا از کجا اومد. ما هم نمیدونیم از کجا اومد. در حال بین خودشان مناقشه و داد و فیغان کردن. دروغ است. بعد دوملوزیو چیکار کرد؟ طاقت نکرده به سرشان زد. اباشه در پیش عروس و جنگ کنن چه خیلی میشه؟ میسیم خیر. آی با من نگرید. رفته با آن سردارتون گوید اگر یک طوری موی دوملوزیو ضرر بیند شما بیشرفا را نابود میسازم. کنی گم شوید از اینجا. فهمیدم اکا. تمام شوید. دوملوزیو هم به این خیل کارها دست میزد استم. دوملوی جسوری منی. کی زنگ زدن؟ زفر زورا. الو عزیزم چی خیلی؟ سلین ما خوب هستیم، خواهد نشد به خونه برگشته استدم. من به تو باید زنگ بزنم. مایلش خیلی مایلش عزیزم. شکری خدا که خوب هستند. ای مبارک باشد خانم سلیم. شما هم بسیار خواهتور شدید، اما من به شما گفتم که هیچ چیز نمیشود. دوملو با او تومار داده است. تو کمی خاموش بودم میتوانی؟ خانم سلین همه شلکه به خوبی انجام یافت. اکنون رفته برای حد نشسته چای ما رو نوشیده میتوانید. در همین نزدیکی یک قهوه‌خانه است. در نزدیک خودم را هیچ راحت حس نمیکنم لیوین جان. لیوین جان مرا لیوین جانم گفت. من جان هستم. هم نسبت من بیگانه نیست. او با کجا رفت؟ من حالا چیکار میکنم؟ اگر شما در انداختن این انگشترین یک روی کنید من در برآوردن این انگشترین یک روی میکنم. فهمون؟ احتیاط کنید خانم زهرا، زمین کفیل است. لرزیدن هفته من رفتم ماشین رو با جایش گذارم. به شما شبی خوش. تشکری زیاد. خیلی اتفاقی. زهرا از دوملوزیو یگان خبر هست؟ به فکرم یک دو روز بعد می آید. به فکرم می آید. شما گپ نمیزنید؟ مگر گپ نمیزنیم بابا جان، لیکن او بسیار بند است. فاتحه شده های نو جدا موندنده؟ متاسفانه میخیل شدینگه. لیکن چیزی که نباشد شما به یکدیگر وقت یابید. چون شما جدا باشید من ناراحت میشوم. خدا شما را جدا نکند. آمین بابا جان.
این چه علاقه دارد؟ من دیروز داملوزیو را در محله دیده بودم و در سمینار نیست آخه. همین میدونم برای دفترش رو گرفتن آمده بود. فهمم. اینها انیک جنگ کردن. این شما فاگهشان ویرون نمیشه. اپا کمی دیگر دم میگیری؟ زهرا اپات را چی گفتی که گریه دارد؟ هیچ چیز نگفتم بابا جان. شربتش تموم شد کمی دیگر نمیگیری گفتم. پریشان خاطر است گو از همین سبب. من هم غمگین شدم. من اپای حله رو بینم. ایست. من خودم با اپام گپ میزنم. من فهمیدم که جدا میشود. این حالت ها از همان سبب میباشند. 3-4 روز همین خیلی مشکلی میکشد بعد میگذرد. زهرا چی؟ زهرا جان التماس این قهرگی ما رو یرانوک میکند. سمی التماس گپ زدن نمیخواهم. مایلش خطاگیم رو فهمیدم. از دامبلوزیو هم عذر میپرسم وعده میدهم اما لطفا با من مانند بیگانگان رفتار نکن. من بسیار ناراحت میشم. خب مالش بعد گپ میزنیم. دروید. اپا جان چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ از پشت یزنه؟ اگر بسیار یاد کرده باشی به خونه برگرد. مهم تو خود چی فکر داری؟ فکر دیگران مهم نیست. نه زهرا برگشته نمیتوانم. چرا؟ اونال با مشقه که اونش و میخورد. نه عزیزم یزنه اونال این خیلی کار نمیکنه. آخر من با چشمانی خودم دیدم او دختر رو با شبه به کار گرفته است. من از او جدا میشوم. چی دیدی؟ نه زهرا من این قرارم رو دادم با پس نمیگردم. تمام شد. من آخر خودم رو فکر نمیکنم. کی رو فکر میکنی؟ من زهرا لطفاً مرا تنها گذار. خواهش میکنم. مالش چه زیبا. بیا سردارم شما از مغازه شیرینی ها شیرینی گرم باز در برکش چای گرم که کردم با اشتای تام. تشکر. لوند بیانگه توفه گرفتم معقول میشده باشه. سردارم یک بار بینم بعد گپ میزنم. یعنی نه پسرم باز شش نکنی. این رو به حاله چخیل دیم و دست یکون کس روان کنم. اگر به دست آقای اکرم افتاد به حاله نمیدید. سردارم اگر خواهید برده میرسانم. تو به حاله رسانده میتوانی. شما هیچ خاطر نباشید به من باور کنید. منت دارم لوند. شوکت برادر تو این خمار بلا زده رو نپرتافتی ها؟ با آنها سر و کار میگیریم شوکت. آخر خودمون بسیار کمبودی داریم. از یک طرف دکتری عشق شدیم متخصصی مناسبت زن و شوهر رو. دامولا زیادلو. آقای سمی معلوم که سمینار علمیتون با خیر رسیده. شما رو دیدن سورپرایز شد. بخیرش چه سمینار؟
زهرا گفت که سمیناری علمی داشته. ها بله درست سمینار علمی داشتیم. تمام شد اکنون در اینجاییم. داملا من از شما برای ناکامی خوراکشان میگذشته عذر پرسیدن میخواهم. آی رو با چه حیله را پیش گرفتی؟ آخر من برای بخطری کاری زهرا آنخیل گفتم، اما با فکرم برای آشتی شدن شما سبب میشود. نه برادر، مناسبت ما بس خوب است، خیلی خوب است. تو مرا فریب نکن زیادالله. همین خیر. من بسیار خوشحال شدم. آقای سمی برای شما چی شد؟ این مهم نیست، یعنی چون اگر یک دختر رو از دست آدمانی مست نجات دهید این خیلی ضررها میبینید. بیامان رو خدا شفا ده. حالا مش نخورده از بین چی فکر بیسان شما. سلامت باشه. تشکر زیاد. تو بازدید. روزهای خوش. روزی خوش شما باشه. بچه اون میشت لغت میزی بزایی تنکی. دیدی شوکت کلاس خرایی خیلی بزاره. مرا گوش کن، من او رو خوب زدم. شما رو برای زدن تو مبارک گوش زود خرسند نشو. پیش در حالا با تو حساب کتاب میکنیم. رفتیم برادر ما تو گفته بازی کردیم. ما بازی میکنه. اوه سلین، من با بابایم جدا شدنم رو چی میگویم؟ خدا نگاه دارد. با خدا که او را میکشم. ای خدا نگاه دارد. دیدی چه خیلی به او مجبور بودنم را دانستم مرا در نیمی راه میپرتوید. او حقی با من چنین رفتار کردن رو ندارد. مایلش زورو جان، کمی آرام شو. آخر داملوزیا حالا بسیار عصبی است. از روی همین رفتار میکند. کمی آرام شود بعد میبینیم چی گپ میشد. به خدا. نه من با زنگ زده با او گپ میزنم. کمی عصبی شود. کمتر شما غمگین شوید. زهرا مرا به چی حال آوردی؟ رسوا و شرمنده شدیم. حالم رو بین. جواب نمیدی حسین. با من گپ زدن نمیخواهد. اکنون من چیکار میکنم؟ من اگر جواب ندهد نویس. چیکار میکنی؟ نویس میگویم. مکتوب نویس. بخشش پرس. چی دانم؟ بگو که دیگر خطا نمیکنی. این مراتبه آخرام بود. به خدا قندت زن. وقتی گپ زدن او را قانع کردن نمیتوانی. اقلا مکتوب نویس. بعد داملوزیو همین مکتوب نمیرسه سلین جان. با ایمیل گپ میزنم. زهرا تو گفته مرا بکن. حتی مکتوب کمی حسیاتی و تاثیر بخش باشد. اگر در بالای مکتوب یک دو قطره اشک چشم ریزانی به خدا بسیار خوب میشود. زهرا نخندو مکتوب رو نویس. بین سیوال گفتنی دختر داملوزیو رو از دستت میگیرد و میمونی. نگفتی نگو. خب مالش کاغذ قلم گیرم نباشد. کنی از آنجا ده. نه تو همین خیلی خنده ایست. تمام سلین جان مکتوب رو نویسم و خیلی ده. مهر هم گیرم. در مغازه شیرینی ها نبود. در نزد سیوال مکتوب رو به داملوزیو به مشکلی میدادم. بیا مسجد رو بینیم. مکتوب رو گرفتی ها؟ گرفتم با من است. سلام علیک خانم سله. ها همین تو نمیرسیدی. سازستی؟ خوبم. ها نگفتنمون خانم زهرا برای فوتیهتون تبریک کردن نتوانستم. در حقیقت بسیار فوتیه خوب بود. رحمتی کلان. بخیر است. تو چرا به اینجا آمدی؟ سردارم اونا برای ینگه حل یک هدیه گرفته است. من برای دادن رفته ایستادم. اگر خواهید من دهم. با خدا ای تشکر زیاد. مرحمت گیرید. کم پیر شوید. سلامت باش. تشکر عزیزم. اتسازنی و شبینه. رفتیم. روزی خوش. دخترها خانم سلیم به من مکتوب پرتوفت.
ای مکتوب است. خانم سلین چرا با من مکتوب نوشت؟ البته نسبت من حسیاتش رو گفته نمیتونه. مرا اونقدر پسند. حالا باشه عشقش رو با من بیان میکنه. ای بسا رمانتیکی، رنگ کنایه امی تخ بچه. قسم میخورم این خانم سلین بسیار دختری رمانتیکی است. با من مکتوب نوشته است. دل را نگاهی تو دیوانه میکنه. اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے میری بس یہی چاہت ہے تو کیا کہوگی؟ دمولوزیو بخیر از خانمان به نماز آمدید. شما مرا مسخره دارید؟ استغفرالله. سلام علیکم. دمولو شما با من واخورده نمیخواهید کو؟ این رو میدونم. حالا من به شما یک چیز میدهم بعد میخونید. سلین جان با من ده اون در خود کو. نیست در همینجا بود. سلین نیست. اوف سلینی خانمان با من اجازه ده جماعت مرا انتظار است. چیکار کنم؟ آفرین جونم آخی رفتیده است. رفتیده بوده است. السلام. از من این خیلی مکتوب انتظار نبودن تو رو میدونم، اما با من دیگر فرصت نداده. هر وقتی که گپ زدی نشویم جمع میکنیم. از اون گپ زنی نبار آمدیم. یک دیگرمون رو هیچ نفهمیدیم، خصوصا حادثه های آخری. چون خودم رو با جای شما گذارم، من هم میبودم دل شکسته میشدم. ما الکی به یک راه در آمدیم. عاقبت این راه رو ما هر دومون میدونیم که آیله داری است. از شما او عذر میپرسم. تمام رنجاندگی هایم رو فراموش کنید. امشب به زیر بالکن من بیایید تا با هم صحبت کنیم عزیزم. سلین مرا دوست بدارد. خدا جان سلین مرا دوست بدارد. مادر جان من میروم. با بیمارخانه رفتنم در کار. دخترم در این شبی با کجا میروی؟ صبح شود با بر وقتی رفته کارهایت را میکنی. یک چند دورو فرمایش داده بودم، رفته اونها رو قبول میکنم مادر جان. در اینجا در مغازه هم کار هست. اگر البته دکتر باشی دیگر است. من کی از کار گریخته بودم سبب؟ ها؟ علاوه بر اون که اینقدر سرکار هستم با شما کمک میکنم، تو این رو نمیبینی؟ البته که میکنی بتول، البته که میکنی. اینجا مکانی نان یافتنی ما از سالهای دراز اینجا ما رو مگه نخورون؟ سوا اپا شب خوش ما هم مانده شدیم. مایلش هر دویتون برایید من حل میکنم. روید. من امشب در بیمارخانه میمانم، شما خاطر نشوید. دخترم تو بسیار بتول رو کار میگی. از برای خدا این خیل نکن. آخر دختر اکم رو میوبم گفته خودش رو محو کرد. آنقدر پوشیده زندگی میکند که گویا که ما در اینجا قرار نداریم. آخر درد دختر به خودش بسنده است. باز این مغازه رو فکر کند. آخر او دکتر است. با کمکی او کار مغازه پیش نمیرود. آخر کاش که این خیل نمیگفتم. او هم زود رنجیده رفت. امشب در بیمارخانه میمونم گفتم. بله این خیل گفت. شوکت تو یگان چیز خورده ایست. من نزد بیتول میروم. مالش برادر گم نیست. یک چای جگری دم کن. شب بخیر اپا. شب بخیر. خوش آمدید. خوش باشید. چای بیار جانم. خانم بتول دامولو با مغازه تان رفته بودم. فکر میکنم بین شما و خانم سوال مفاهمه شده است. او به اینجا آمدنتان رو خواست؟ نه، من وقتی با خانم و برا گپ زدنشون یعنی هنگام گفتگو کردنشون گوش کردم. به اینجا آمدنتان رو شنیدم. شاید رنجی دید گفته تنها نگذارم گفتم. اما اگر ناراحت کرده ایستاده باشم میروم. نه استغفرالله این خیلی نکنید. تشکر بسیار خوب فکر کردید. خانم سیوال بسیار پشیمان بود. وقتای اخیر من هم کمی حسیاتیم. به فکرم بازم با او همه خیلی جنگ میکنم، اما در حقیقت این حال بسیار به احساسات داده شدم. در هر عائله این خیلی چیزها میشود. چی دانم در بین جنگ میکنید که هنگام عاشق شدن
این کار مزه دیه نه؟ نمیدونم همین خیلی؟ البته همین خیلی. اما چی خوش با شما که بعد از جنگ کردن یعنی 5 دقیقه بعد باشد حتی اویله دارید که دخترمون رو رنج نمیگویم. میگویم که در رفت بی برگ نمیشه. فرزندی آدم باشد بی اویله. درست. چقدر زیبا گفتید. چی شد؟ پریشان شدید؟ چون اویله گفتید. به فکرم اکم اومد. عجبا او هم اویله داشته باشد. البته اویله دارد. دارد؟ شما هستید کن؟ دامن ما بسیار خورد بودیم، یعنی در کودکی همون از یکدیگر جدا شدیم. دیگر هیچ یکدیگرمون رو نیافتیم. در کجای حیاتی او هستم نمیدونم که شاید من رو فکر نمیکرده باشد، در خاطرش نمیومده باشم. در همه جای حیاتم هستی خواهر جانم. یک لحظه از خاطرم نمیبری. لحظه نیست که تو رو فکر نکنم. مگر این خیلی میشود خانم بتون. یعنی شما چه خیلی که اکاتون رو فکر میکنید، باور کنید که او هم شما رو فکر میکند. شما رو چه خیلی که جستجو میکنید، او هم شما رو جستجو داره. با من باور کنید اکاتون میآید، شما رو میآورد. خواهر من گفته شما رو آغوش میکنه. انشالله دامالا، انشالله. اما خواهرم در روبرویم ایستاده است. من با تو عقد میباشم گفته آغوش کردن نمیتوانم. خدایا تو چی کار میکنی؟ بچه چی کار میکنی؟ عطر رو تمام کردی؟ پول داد خریدی؟ سردارم امشب بسیار شب مهم است. فکر میکنم که دوخیش ما امشب در خدمت است. او با کجا؟ سردارم سیلین جان مرا دوست داشته است. سیلین؟ با من مکتوب عاشقی داد. پسرم چه خیلی مکتوب؟ مرا گوش کن. باز یگان به عقلی کرده دختر رو نرنجانی. سردارم این خیلی نیست. با من اسیاتش آشکار کرد خانم سیلین. با من مکتوب نوشت. سیلین به تو مکتوب نوشت؟ بایم باورت ناامده است؟ آخر شما همیشه جنجال میکنید. سردارم از همه عشقای بزرگ با جنگ آغاز میشود. سردارم شاید من کمی وهمه کرده استم، اما یکی وهمه هم راست میآید. شاید که خدا هر دو ما رو با هم رساند. تو این را گذارو به من گوی که هدیه رو به هلی دادی؟ دادم. نه خان زورا رو دیدم با او دادم، با او میدید. خوب سردارم امشب من نمیام، امشب من سویده نمیرم. در یخدان یک تلیکه آش است، اگر گرسنه بوده گرم کنه خوری. خی من رفتم. سورپریز به تو هدیه آمده است. از کی؟ از یزنه اونالا. به فکرم هدیه عذر پرسی. ای نمیخوام، پرتو رود. مالش یکی کنی ده بینم چی بود است. بعد میپرتویم. بسیار زیبا اپا جان. میشه اونقدر بد نیست. انا گیر یزنم خط نوشته است. ای پرتو رود. اونال چی نوشته میتواند؟ مالش یک نظر کنیم. ای عجبا چی نوشته است؟ عجبا چی نوشته است؟ اوغوی اونال ده بینم بعد پورا کرده میپرتوی. سرویناز رو من به شوبه نگرفتم. به اینجا تعیین شده است. من گناه ندارم. زن یگانه روح و قلب و دل من تنها تو هستی. دایم همین خیل میشه. من نگفته بودم به تو. چی فکر داری؟ نمیدونم زهرا، نمیدونم. گوش کن عزیزکم،
تو حالا با ازدواج راضی شدی کن. بسیار خوب فکر کن مایلش. وقتی با دومولوزی اویله دار شدنت خوب فکر کن. یعنی همه چیز رو سنجیده و دیده برو. التماس با احتیاط باش. اویله داری بازی چه نیست. بسیار چیزی مشکل است. خواهش میکنم. استاد بله هجری یک سوال دارم استاد. بپرس. استاد انا خداوند قدرت دارد که نگذارد هیچ کس به هیچ کس بدی کنده؟ بله هجری. خیر نباشد گناه شخصی که بدی میکنه چیست؟ از آنی که خدا اجازه داده است این در تقدیر او در پیشونیش باشد ما او رو چه خیل گناهکار کرده میتوانیم استاد؟ حالا هجری با تو این خیلی فهمونم. مثلا آمده این سوال رو از من پرسیدنت رو خدا خواست. این خواست خدا است اما امر خدا نیست. اگر تو میخواستی این سوال رو از من نپرسی میگذشت اما پرسیدی این تقدیری من شد. فهمیدی؟ استاد نوشتم اما نفهمیدم. البته وقتی نوشتن نفهمیدی. پس این خیلی فهمونم. از من سوال پرسیدنت رو از سبب نوشتن خدا آمده سوال رو نپرسیدی. خداوند از سبب آمده سوال رو از من پرسیدن نوشت. حالا فهمیدی؟ استاد این رو فهمیدم و انا من آمده از شما سوال پرسیدم من بدی کردم این رو نفهمیدم استاد. و هجری آخر قسم مشکلش رو فهمیدی. تمام اون طرفش رو گذار. نفهمی هم میشود یعنی مهم نیست. رو خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. رو باز تو به مغازه شیرینی ها میره چخیل مغازه عقلت رو خوردی وقتی با تو گذراندن ندارم. برای خوب جانی مناسبت بابا تیار شده کمک میکنم. خدای توبه این کودک چی میگوید ها؟ او رو سخت رنجاندم رفته عذر پرسم. بسیار خوب میشود جانم. بتو ما رو ببخش جانکم. ما رو هم ببخش عزیزم. برادر گوش که در این خانه بابای اکرم چه زور بود. آوازی همون گرم کنک رنگی آوازی بلبل بود. پایا موی دراز میکردیم خوب میکردیم چه زور بود. با خدا من از پشت خورست تو آن آوازها رو هیچ نشنیدم شوکت. جوره آن روزهای خوش دیگر در خوابم میبینم. همش از پشت تو برباد رفت. برادر همون توفاقی که در تویتان کردن کو کجا شدن؟ در دست هستن؟ در همان جایم. چیکار میکنی؟ میگم بریم بگیریم شام. ها؟ شوکت با آنها دست نمیرسونی. از سرت دور کن. فهمیدی؟ یا خدای اباشه چی گپ شد برادر؟ دلو سیخ زد. چی گپ شد؟ نه داد نزن. باید با اونجا رویم عاجلا. چی شد؟ کلاس جان باز به خونه چمون برمیگردیم. زندگی به ظهورا چون گور تاریک بود است. ای شوکت تو دیوانه هستی. خانه دفتر رو فراموش کردم. باید اون رو گیرم. دفتری دوملوزیو. هم پیشکای گرم کنک هم قتل بدز بیار. فهمیدی کلاس؟ خانه اکرم نشید خانه خدا میرم. دامولازیو سلین التماس بس سکنونه نامش رو حتی شنیدن نمیخواهم. در دنیا این خیلی انسانی یک رفت رو ندیدم. اومد. سلین چی اومد؟ به کجا اومد؟ چی گفته صدایی؟ زورو دامولازیو اومد. میگویم یک نگاه کن. دامولازیو ای پشیمون شد از فکرم. به هر حال برگشت. چه بچه کی؟ عجب و مکتوب رو یافته باشد. شاید. سلین من به صحبت می روم. انشالله که گذر کرده است. برای من دعا کن. میلش عزیزم برای کن.
من فکر کردم که برای عذر پرسی آمدید. بخیر است؟ چه خیلی عذر. من دفتر رو فراموش کردم. تنها برای گرفتن اون آمدم. داملا اکنون لطفاً مانند کودک رفتار نکنید. من مانند کودک رفتار دارم. رفتارهای کرده شما بس رفتارهای مکمل، ها؟ چون با فایدهتان باشد این خیلی میگویید. داملا لطفاً بد رفتاری نکنید. خانم سله نمیشنوم. عجبا با تلویزیون پرتویم. البته عیناً مانند فیلم های هندی قدیمه رومانتیکی بسیار رومانتیکی بشود. نوید سنگ در کجا باشد؟ ای در این باغ سنگ نیست؟ سمی کجا شده باشد؟ من میگویم خاموش شوید. شما باشید فشار میارید. من طاقت کردن نمیتوانم. فهمیدید؟ مرحمت. خانم زهرا من حل کردم. شما دلتون رو خالی کنید گوش میکنم. رفتاری عجایبت مرا دیوانه میکند. عجیب؟ من عجیبم ها؟ یک بار با خودتون نگاه کنید. یا خدایا توبه. من چی عیب داشتم ها؟ انا همین خانم زهرا. دائم ما همین خیل هستید. شما هیچگاه خطا نمیکنید ها؟ شما مثل موسیقی بیگناه هستید. من خیلی نگفتم. من خیلی گفتم. تنها از روی خطای سمی شما مرا جزا داده استادید. دیگر با من نام سمی رو نگوید. فهمیدید؟ من وقتی نام وی رو شنوم دیوانه میشم. معلوم. از همین سبب رولات کوب کردید. هر کسی که او را زده باشد دستش درد رو نبینه. بیایید مونید. اگر شما نکرده باشید پس کی کرده است؟ من از کجا دادم کی زده است؟ برای همین گپ ها با اینجا اومدید. چی علاقه داره دوملو؟ مرا دیوانه نکنید. شما موسیقی بیگناه هستید ها؟ من موسیقی نکنید. من آدم هستم. من گناهی نکردم. شما برای گناهی که کردم خودم مرا جزا داده استادید. وقتی خیلی قرار دادید مرا کمی فکر کردید؟ چی خیلی غمگین شدنی بابایم رو به بیمارخانه افتیدنش رو فکر کردید باره؟ این رو من نه. باید پیش از من شما فکر میکردید. شما رو چند مراتب آگاه کردم ها؟ دوملو به شما چند مراتب دیگر فهمونم ها؟ حادثه اون شب از اداره من تماما بیرون رخ داده است. دوملو زیا برای قانع کردن شما من باز چی کار کنم ها؟ التماس لطفاً اکنون انگشتری رو اندازید. من قرارم رو دادم. بهوده کوشش نکنید. اینها جدا شدن. دومولوزیا انگشترین رو پرداخته است. اما نمیفهمم این آدم چرا دومولوی ساخته است. با زهرا ازدواج کرده صاحب مال میشود گوید. اوف آخر چرا انگشتری رو پرداخت؟ اگر سمی فهمد زهرا و سمی از نو. نه آخر خطا فکر کردن نمیخواهم. از همه خوبش و بابایم خبر دهم. نباشد اینها جدا میشود. یک دقیقه. این بسیار کلان است. اینش بسیار خورد است و اونجا نمیرسد. بله اینش میشود. شاید عشق ما باران است که با بالای ما شقر بارده ایستاده است. این باغچه بزرگ و این سنگی در دستم بوده.
بابا جان برخیزید نترسید من میریسم. چی شد؟ بابا جان زهرا با دامولای زیو جنگ کرده ایستادن، جدا شدن. چی؟ بابا جان دامولای زیو انگشترینش رو پرتافته است. زهرا بسیار غمگین است. در کجایند؟ در حجره دامولو. رفتیم. لباسم را بیار. مایش. زودتر. زود بیار. رفتیم. انا بابا جان. پوشون. ما عائله کلان هستیم. رفتیم. بله بابا جان. خدا. بسم الله. زمین لرزه؟ خانم سلیم انا آمدم، هیچ خواطر نباشید، شما رو میبخشم. ما با یک راه در آمدیم برای آیله داری. تو چی میگویی؟ دیوانه ای مگر؟ ببین چرا تیریزه رو شکستی؟ دیوانه شده ای تو؟ بله من دیوانه عشقی تو. کلی بیاید شما رو میبخشم. من هم به شما عاشقم. بیاید داخل. این خیلی ناممکن است. ناممکن. اصلا با این راضی نیستم. پدر جون لیلی در این شدی چی دارد؟ مادر جان در حجره دامولو پلیس هست. زهرا با دامولو جنگ دارن، جدا میشن. چی؟ دامولو زیو واقعه اون شب شرفتان رو پس کرد میدونم، اما چی؟ کار شده شد. برگرداندن نمیتوانه. متاسفانه. دامولو زیو از ما چی میخواهید؟ من شما رو زور زنم؟ تنها مرا دوست داشتن رو شنیدن میخواهم. شما رو التجا میکنم لطفا مرا شرمنده نکنید. خانم گوش کنید، این خیلی نکنید. با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید. شما بسیار شخص بی وجدان هستید. من بی وجدان کرده ایستادم؟ بله. آخر طاقتم طاق شده، عذاب کشیده ایستادم. درست زهرا، با آتش در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم، اما داد زدن نمیتوانم، چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است. من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردن نفس کشیدن نمیتوانم. به چشمانم نگاه کردن نگفته ایستاده. درونم میسوزه. عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آروم ایستاده میتوانید؟ قلبم میسوزه. چه خیلی اینقدر بهیز شده میتوانید؟ من مگر عذاب نمیکشم، قلبم میسوزه. این کاری کردهتان بسیار ظالمی است. بس هستی؟ در اصل شما بس کنید. باز همون گپ ها را تکرار میکنی. نکرده ایستادم. بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم. کرده ایستاده ای. چی کار کرده ایستادم؟ چی کار؟ مایلش از شما خلاص میشم. مایلش راحت کردین، از من خلاص میشوید. چرا گریه داری؟ تو دامولو زیو چرا نبیرم رو میگی یاری؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شدید؟